اولاد اول خانواده، فرزند بزرگ خانواده، کسی که همیشه در هر خانواده بزرگترین قربانی را داده، کسی که بار دوش تمام مسئولیت او خانواده را به گردن نگرفته بلکه به گردنش انداخته شده، کسی که احساساتش کشته شده به خاطر که باید مسئولیت تمام عضو خانواده رو به گردن بگیره. از خردی تا بزرگی بر از او فقط یک کلمه گفته شده که تو کلان هستی، تو باید متوجه خود باشی، ساتری نکنی، مستی نکنی، شوخی نکنی. اندک جزیترین اشتباه را از اولاد کلان خانواده هیچ پدر و مادری چی که حتی هیچ جامعه توقع نداره. اولاد کلان خانواده کسی که تمام عمر غم خود پنهان میکنه، درد خود پنهان میکنه، مشکلات و رنجی که در داخل قلب و فکر خود داره کلش پنهان میکنه، اما تا حد امکان کوشش میکنه که به تمام او اعضای خانواده درست رسیدگی کنه و خوشی و خوشحالی را نصیبشان کنه. اما در آخر قضیه با این اولاد کلان خانواده میفهمین چی میشه. اگر یک خانواده خوشبخت تولد شده باشه، از او